ببینید دیشب یک همچین نموداری جلوی دوربین به ملت نشان داده شد برای اینکه بگن رتبه فساد در ایران بالا رفته است. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم. ما در ساختن کشور، در مبارزه با فساد و دفاع از عزت ملت بسیار جدی هستیم. ما دنبال اصلاحات اساسی در اقتصادیم. از یه طرف به ما ایراد میگیرن چرا زیادی شجاعت دارید، از یه طرف میگن شما دروغگو و ترسو هستید. دروغگو کسی است که خائنه. به ما میگن دروغ میگید. آیا هسته شدن دروغ است؟ فضایی شدن دروغ است؟ پیشرفت‌های بیوتکنولوژی دروغ است؟ پیشرفت‌های نانوتکنولوژی دروغ است؟ 20000 اختراع دروغه؟ 20000 مقاله علمی در جهان دروغه؟ راه آهن اصفهان شیراز دروغه؟ کرمانبند دروغه؟ این همه مدرسه و بیمارستان، کارخانجات صنعتی دروغه؟ 40000 کیلومتر راه روستایی آسفالت شد دروغه؟ این بزرگراه‌ها دروغه؟ سیمان در بازار وفور اینها دروغه؟ این همه پتروشیمی افتتاح شد اینها دروغه؟ این همه تولید گاز در کشور اضافه شد اینها دروغه؟ چند هزار روستا رو ما گاز دادیم اینها دروغه؟ این همه سد ساختیم، این همه شهرها رو آبرسانی کردیم اینها دروغه. من خواهش می‌کنم ملت دقت بکنن چه اتفاقی افتاد. این از کجا در اومده؟ من سوالم اینه چرا متوسل به این کارها میشید برای اینکه بگید احمدی نژاد دروغ میگه؟ خب این چه چیزی داره؟ این بیادبی نیست؟ ما بیادبیم یا کسانی که این کارها رو میکنن؟ میخواد بگید که این دولت دروغگوست. این خوبه؟ این ادبه؟ این انصافه؟ من از همه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.